خبر تأمل برانگیز بعضی سایت‌ها و روزنامه‌ها در چند روز گذشته. وضعیت مبهم یکی از بازداشت شدگان، ترانه موسوی. ویکی‌پدیا به نقل از سایت نوروز. لباس شخصی‌ها ترانه موسوی را اطراف مسجد قبا دستگیر کردند. نیروی انتظامی از خانواده ترانه موسوی خواسته اعلام نکنند او در تجمع بازداشت شده است. فیسبوک: خانواده موسوی میگن جنازه سوخته او را یافتند. سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر: جنازه سوخته ترانه موسوی در حوالی قزوین. هتک حرمت ترانه موسوی. سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران: دفن جنازه سوخته موسوی در یکی از شهرهای شمال. این خبرها علاوه بر سایت‌های اینترنتی در بعضی روزنامه‌های روزهای گذشته هم منتشر شده بود. گرچه شدت و حدت پرداختن به این خبر در این سایت‌ها و روزنامه‌ها متفاوت بود، اما همگی در این موضوع متفق القول بودند که خانومی به نام ترانه موسوی در جریان تجمع اطراف مسجد قبا بازداشت شده و بعد از شکنجه و هتک حرمت به قتل رسیده و جنازه سوخته او در اطراف قزوین رها شده. البته این موضوع فقط در سطح خبر باقی نموند و بعضی چهره‌های سیاسی تحت تاثیر این اخبار شروع به موضع‌گیری کردند و حتی در مصاحبه‌های خود واکنش‌های تندی به این موضوع نشون دادند. نظر به اهمیت این موضوع و مطالب مطرح شده، دوستان خبرنگار ما پیگیر موضوع شدند و برای کسب اطلاعات بیشتر سراغ دستگاه‌های مسئول از جمله ثبت احوال و نیروی انتظامی رفتند. ما 3 تا ترانه موسوی پیدا کردیم در کل کشور. یک ترانه موسوی که متولد سال 63، ایشون اصلا پاریس به دنیا اومده، در پاریس داره زندگی میکنه، خانواده داره. یک خانم ترانه موسوی پیدا کردیم 40 ساله است، خروج داشت و ورودی هم به ایران دیگه نداشت. و یک ترانه موسوی پیدا کردیم 2 ساله است. اطلاعات نیروی انتظامی و تناقضات آن با ادعاهای مطرح شده قبلی انگیزه بیشتری شد برای پیگیری موضوع و رسیدن به حقیقت. پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه اطلاعاتی از خانواده ترانه موسوی به دست آمد و حقیقت آشکار شد. اون خانومی که ازشون در واقع در سایت‌ها یاد شده و عکسشون رو منتشر کردن ایشون هستن. شما میشناسین ایشون رو؟ ولی دخترم هستن. خب الان کجا هستن؟ الان کانادا هستن، شهر ونکوور. خب چند وقت اونجا؟ چند سالی میشه اونجا هستن. خب آخرین باری که به ایران آمدن کی بود؟ تقریبا 1.5 سال قبل. 1.5 سال قبل. بله. خب شما این خبر شنیدید؟ اصلا این موضوعی که تو سایت ها اعلام شده؟ نه من نشنیده بودم. کی شنیدین؟ امروز شنیدم. خود ایشون چطور؟ ایشون فکر نمی‌کنم خبر داشته باشه. عرض کنم خدمتتون که شما آخرین باری که با ایشون تماس گرفتین کی بود؟ دخترم صبح باش تماس گرفت. شما تماس گرفتین؟ خب میفرمایید چجوری شد تماس گرفتین؟ چرا تماس گرفتین؟ من معمولا هر روز صبح زنگ میزنم یا 5 دقیقه باشه. شما خبر نداشتید این موضوع؟ نه من شما امروز متوجه شدین؟ بله. قبل از اینکه بهشون زنگ بزنید؟ نه قبل از اینکه شما تشریف بیارین اینجا. از طریق خودتون فهمید. خب شما وقتی خودتون خبر رو شنیدید عکس العملتون چی بود؟ واکنشتون چی بود؟ خب اولش خندمون گرفت. بعدم فکر کردیم که خب احتمالاً کسی داره سر کارمون میذاره، مزاحمتی به این صورته. شما تیاج خانم وقتی این خبر رو شنیدید چه عکس العملی نشون دادید؟ من باور نکردم ولی همش فکر میکردم که یکی داره سر کارمون میذاره. خب شما خانم فکر کنید خواهرتون این خبر رو بشنوه چه واکنشی نشون بده؟ احتمالاً اونم مثل من میخنده. خب عرض کنم خدمتتون که الان ساعت چند اونجا فکر میکنین؟ میشه باشون تماس گرفت؟ الان فکر میکنم 4:30 صبح باشه. خوابم. یعنی خودی باید صبر کنید یه خودی دیگه باید صبر کنید تا نماز صبح. الو سلام ترانه. هیچی نگران نشد، اتفاق خاصی نیفتاده. منتها عکس تو رو تو چند تا سایت زدن گفتن که سوختی. الو 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 دیشب باهاش تماس داشتیم، من امروز صبح دخترم باهاش تماس گرفته بود. اینی که ناراحت نشدم ولی ممکنه کسی دیگه ناراحت بشه، شوکه بشه، قلبش از کار وایسه و ما میخوایم که
از دولت میخوایم که این موضوع رو پیگیری بکنه اصلا که دیگه از این اتفاقا نیفته.